با سلام. امروز اومدیم با معرفی کلید هوشمند تویا با برند ونوز که هم به صورت تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل سفید و مشکی موجود هستش. از لحاظ ظاهری نسبت به طرح قدیمی خود این کلیدها با کیفیت بیشتر و ظاهر بهتری هستش. به صورت کلیدهای تویا با برند ونوز به صورت دو رنگ هستش، مشکی ها، که شما زمانی این رو روی دیوار قرار میدید به صورت نمای بهتری رو نسبت به کامل مشکی خودش داره. خیلی راحت میتونید یه دونه فاز و یه دونه نور رو بهش وصل بکنید که ما قبلا یه دونه آماده کردیم و برگشتی لامپا رو به اینجا وصل بکنید و از طریق گوشیتون و نرم افزارتون در هر جای دنیا که خواستین کلیدهای هوشمندتون رو کنترل بکنید. زمانی که شما فاز نورش رو وصل کردید وارد نرم افزار تویا میشین، قسمت اد دیوایس رو میزنید، یکی از دکمه ها رو چند ثانیه نگه میدارین تا شروع به چشمک زدن بکنه قسمت وای فای. زمانی که شروع به چشمک زدن کرد به صورت اتومات خودش پیدا میکنه، اد دیوایس رو میزنید تا قطع شه. شما اگر حتی کلید رو نگاه بکنید از لحاظ برد وای فای برد بزرگتری نسبت به قدیمی های خودش داره و با کیفیت بیشتری هم ساخته شده. که توضیحاتی در مورد نحوه ساختش رو ما توی یکی از کلیپ ها توضیح داده بودیم، هم میتونید در سایت اون رو ببینید و همین که داخل اینستاگرام کامل این رو توضیح داده بودیم. بعد از اد شدن توی نرم افزار شما میتونید کلید رو کنترل بکنید. میتونید اسم کلید رو عوض بکنید، مثلا کلید پذیرایی آشپزخونه است. حتی شما میتونید زمانی که پل‌هایی روی کلید هستش رو دونه دونه اسم گذاری بکنید. مثلا من این رو برای لوستر گذاشتم، خیلی راحت میتونم اینجا اسمش رو عوض بکنم. میتونم اینجا بهشون زمان بدم، توی زمانهای مشخص، توی ساعتهای مشخص این روشن یا خاموش بشه. زمانی که خونه نیستین یا اینکه مثلا اداری هستش میخواین ساعت 10 شب هر شب کلیدها رو برای شما خاموش بکنه، خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. قابلیت تبدیل شدن به کلید تبدیل بدون سیم کشی، حتی نیازی به سیم کشی نداره. شما اگر یک کلید دیگه یه جای دیگه نصب کرده باشید و بین این دو تا کلید هیچ ارتباطی نداشته باشید، خیلی راحت میتونید وارد نرم افزار و ستینگ کلیده بشین و با این قسمتی که اینجا هستش رو زمانی که بزنید با هر کدوم، مثلا کلید دومش رو با هر کلید دیگه که توی واحدتون دارید اون رو لینک بکنید که زمانی که شما اینو بزنید اون کلید رو برای شما خاموش بکنه و زمانی که اون کلید رو زدید این کلید رو برای شما روشن خاموش بکنه. یعنی حالت تبدیل میشه و قابلیت اینو داره خیلی راحت بهش سناریو بدید. مثلا شما برید دو کلید میتونید بهش بگید که زمانی که من این رو زدم برای خروج از خونه، زمانی که اینو زدم کل واحدم رو خاموش بکنه، یا زمانی که این رو روشن کردم یعنی زمانی که خاموش کردم همه چی خاموش بشه، ولی زمانی که کلید آبی شد برای من راهرو و آشپزخونه رو روشن بکنه. یعنی قابلیت اینو داره برای هر یکی از پلهاش روی آنش و آفش یه دونه سناریو جدا بهش بدید و از طریق گوشی و نرم افزار و فرامین صوتی در هر جای دنیا که خواستید کنترل